خیلی خوب، من اومدم. کسی اینجا نیست؟ محافظش کجا؟ پدرت ملاقاتی زیاد داشت، تو کار بیمارستان مداخله میکردن، پلیس وادارشون کرد برن 10 دقیقه قبل. الان که کسی تو اتاقشون نیست، یه نفر همراه داشتن، تلفن زنگ زد، عجله‌ای رفتن ایساب قبل. خیلی ممنون. خواهش میکنم. معلوم نیست امشب اینجا چه خبره. دو تا آژانه که ناخواسته گذاشتن رفتن. یکی از محافظ شخصی پیرمردان ته سالن افتاده به خور و پف. پدر منو میشناسین؟ ممکنه بیان بکشنش. میفهمین؟ حالا لطفاً کمک کنین. باید ببریمش از اینجا. چی داری میگی؟ میخواستم بکشنش. باید پلیس هم میگی. الان که بقیه‌اش من میگم. بیا کمک. بگو برم. چیه کنی؟ خیلی خوب، ساکت آروم باش کوچولو. تو همونجا باش. آروم باش جونم، آروم باش. نه تو همونجا باش. شرف. چی شده؟ شرف. آقا اشمت، اگه همین الان اومدین وگرنه بعید من آفتاب فردا رو ببینم و هر چی میخواین بهتون میگم. در ازای شما جونم محافظت کنید. همین. باشه. کجا باید بیام؟ سانی رو تو بزرگراه زدن. اون مرده. نمیخوام تحقیق کنم چه بشه. نمیخوام انتقام جویی بشه. میخوام ترتیب ملاقات با سران 5 خانواده رو بدی. این چنین که باید تموم بشه. اگه رخصت بدین این بهبودی و دارو دستشونو هرس نکن بابا، هرس نکن. منظورش آقای جون اینه که کن و یکونشون بکنیم. نه هیچ کار نمی کنیم. میخوام قطع شه این خون و خونریزی. میخوام مصالحه کنم با بهبودی. And all his works I do renounce them. and all his palms I do renounce them. جناب شیروانی، جناب شیروانی، جناب شیروانی، وای خدای من، دراستوار، آمبولانس، پلیس، سالمن آمبولانس کانچی، سالمن پلیس کانچی. سرهنگ آره خودم هم اسرائیلت. ولی قراره اون این نبود. تو جر زدی نامرد.